سوالی که خیلی از مشتری‌ها میپرسن مثلا فلان کفش متری اینقدره، کفش آلپر متری اینقدر گرونتره، بابت چیه؟ حالا این توضیح میدم راجع به کفش ضعیف همیشه از ضخامت کم داره. یعنی شما تو همون کاتالوگش که دست بگیرین کفش مشخصه که 2 میلیمتر نیست، کفش ضعیف. بزرگترین عیبی هم که داره برشاشه. برشی که کفش‌های ضعیف خورده به هیچ عنوان با هم جفت نمیشن. بالعکس کفش آلپر شما خودتون هم که بغل هم 4 تا تایلشو بچینید تمام درزا جفت میشه. بعد عیب بعدیش هم که بخوایم بگیم کفش‌های ارزون نسبت به کفش آلپر روکششه. روکش داخل همون کارتونی که باز میشه اکثرا لپره یا نصف روکش امکان داره مثلا رنگ نخورده باشه یا تر نخورده باشه. اینا میشه تفاوت کفش خوب یا کفش بد. کفش‌های جنس ضعیف، کفش‌های ارزون از مواد پی وی سی درجه 1 نیست. به قول نسابایی که دارن برای مهاجر انجام میدن میگن کفش‌های ارزون بوی پلاستیک سوخته میده. یعنی بوی پلاستیک از خونه مشتری بیرون نمیره.